خب یه آموزش واسه آپدیت بایوس مادربردهای MSI براتون بذارم. مادربردهای ایسوس رو گذاشتم، MSI هم بذارم که تکمیل بشه. ما که روشن کردیم دیلیت رو میزنیم میریم تو بایوس. تو قسمت بایوس هم یه F7 میزنیم، بریم توی اینجا، بریم تو قسمت ام فلش یه یس میزنیم، دستگاه یهو قطع میکنه، دوباره روشن. چراغای دیباگ رد شه، سبز بشه. خب سبز شده، ما تصویر بگیریم. یه فایل دانلودی که از تو سایت خود MSI رفتی تو قسمت بایوسا فریمور مخصوص مادربرد خودت دانلود کردی. اینو دیگه باید بدونی دیگه. مدل مادربرد رو دقیق سرچ می‌کنی، فریمور رو دانلود می‌کنی. میای اینجا، من ریختم تو این درایو به اسم پوشش هم اینه. این فایل رو بهش میدم، این فایل رو بهش میدم، این فایل هم بهش میدم و یس میره برای آپدیت. دستگاه رو خاموش نمی‌کنی، ریست نمی‌کنی تا کاراش تموم شه. MSI ما رو فیلتر نکرده، راحت میتونین برین تو سایت خودش دانلود کنین، ولی ایسوس فیلتر کرده، بعد با یه VPN چیزی برین رفت واسه آپدیت.